به نام خدا با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان، عزیزان، برادران و خواهران. همونجوری که دارید تو تصویر میبینید فرق بین موکلین جن و خادمین چیست خیلی مهمه دوستان، چون فرق بینشون هست و خب یک سری از خودشون اراده دارن، یک سری از خودشون اراده ندارن. میخوام توضیح بدم فرق بین جن و خادم. بین جن و خادم فرقای خیلی زیادی هست. اکثر دوستان نمیدونن، فکر میکنن که جن و خادم یکیه، ولی اینطور نیست. خادم با جن اصلا زمین تا آسمون فرقشه و خب حتما الان واسهتون میگم و آگاهی واسهتون پیدا میشه. حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید دوستان، مثلا دوستانی که میخوان تو کلاس‌ها شرکت کنن. الان اگه دیده باشید ویدیو قبلا راجع موکل و ارزم به حضورتون ملک و جن و راجع موکل و ملک صحبت کردم. این قسمت راجع به فرق جن و خادم چیه، یعنی کلا راجع به موکلین و موجودات متافیزیکی فلان داریم صحبت میکنیم، کلا بحث اینو باز کنیم. البته ویدیو قبلی مجموعاً جمعی گفتیم و الان بازش نکنیم، ان شاءالله یه ویدیو دیگه میذارم پشت بندش کاملا واسهتون باز میکنم، اسم موکلین دونه به دونه واسهتون میگم، اسما رو میگم واسهتون که این آگاهی رو بدونید. چون این آموزش یا دوستانی که تو علوم غریبه میخوام اون کلاس‌ها شرکت کنن تمام اینا رو سعی کنید نکته برداری کنن، یادداشت برداری کنن که بعداً به دردشون حتما میخوره دوستان. خب فرق بین جن و خادم چیه؟ اولا جن، خب اکثر دوستان میدونید و خبرداری و راجع به زیاد صحبت شده. جن خب موجودی است ماورایی که به قول معروف غیر مادی، قابل دیدن نیست، قبلا ساکن زمین بوده، روی زمین زندگی میکرد. به خاطر شرارت هایی که داشته خداوند بزرگ و مهربان ملک و ملائک و فرشته رو فرستاده که نسلشون از بین ببرن. نسلشون از بین رفته، یک سریشون فرار کردن تو اعماق دریا و اعماق غارها، جاهای تاریک پنهان شدن و خب از اون جنگی که بالاخره اتفاق افتاد جون سالم به در بردن و تولید مثل کردن، زاد و ولد کردن، ازدواج کردن و خب زیاد شدن و الان دارن زندگی میکنن روی زمین و از خیلی جمعیتشون از ما انسان ها بیشتره، خیلی از ما انسان ها بیشتره. به صورت قبیله‌ای زندگی میکنن، به صورت گروهی زندگی میکنن، دارای فرمانده، پادشاه بردن بزرگتون بزرگتر هستن، حتما به فرمان پادشاه و بزرگترشون گوش میکنن. دارای دین هستن، بیدین هم هستن و دارای دین های مختلفی هستن، یهودی، مسیحی، مسلمان و بعضیاشون هم بیدین هستن، موکلین و در کنار انسان ها بعضیشون زندگی میکنن. چون خب محل زندگیشون فرق میکنه، یک سریشون هستن در جاهای زندگی میکنن که خرابه باشه و گذر انسان ها کمتر باشه، یک سریشون نه تو قبرستون زندگی میکنن و داخل قبرستونن چون از اون انرژی استفاده میکنن. اگه دیده باشین راجع بهش صحبت کردیم، دو تا ویدیو هم ساختیم، دو تا از نوع جن هایی که تو قبرستون زندگی میکنن و انرژی خاری میکنن ارزم بزرگتون گفتم که زاد و ولد میکنن، ازدواج میکنن، غذا میخورن، غذاشون حالت بو کردن، این نیست که بگیم مثل ما انسان ها، نه، از پسمانده غذای انسان ها مخصوصا بو میکنن و با اون بو کردن سیر میشن چون دستگاه گوارش ندارن. ارزم به حضورتون خب قبیله‌های مختلف خیلی زیادی هستن، عفاریت هستن، جن‌های مواقع انسان‌ها رو دشمن خودشون میدونن و ضرر دارن، مواقعی هستن که سودمند هستن، مواقعی هستن که دیده نمیشن. در کل بخوای حساب کنید دارای گروه‌ها و قبیله‌های زیادی هستن. یه سری خوب از عفاریتن که بسیار قدرتمندن و کافرن، یک سریشون هستن جن‌های درخت، جن‌های قبرستون، جن‌های فضا، جن‌های دریا، جن‌های سری هستن پرندن که حالت پرواز میکنن، یک سری هستن داخل زمین زندگی میکنن، یک سری هستن در روی زمین زندگی میکنن، یک سریشون هستن ارزم بزرگتون شبیه مه، شبیه بخار و شبیه خطوط میمونه که رو هوا معلقن زندگی میکنن و اینجوری حرکت میکنن. انواع اقسام جن‌ها رو داریم که بارها گفتیم. بعضیاشون عاشق انسان ها میشن، بعضیاشون انسان ها رو دوست دارن و علاقه شدیدی به انسان ها پیدا میکنن، بعضیاشون نه، بعدشون از انسان ها میاد، بعضیاشون بعدشون از انسان ها میاد. بعضیاشون هم هستن که با انسان ها دشمنی میکنن و به انسان ها ضربه میزنن و انسان ها رو به قول معروف نفرت انگیز میدونن و انسان ها رو پس میدونن و خودشون رو برتر میدونن و تا اونجایی که بتونن دشمنی میکنن. و عرضم به حضور انسان اگه قرار باشه و کاری بخوام واسه انسان ها انجام بدن، حتما قرارداد میبندن، عهد و پیمان میبندن. بدون قرارداد، بدون عهد و پیمان کاری واسه انسان ها نمیکنن. حتما تاوانشو میگیرن. قرار باشه کاری انجام بدن، یعنی واسه انسان ها انجام بدن، حتما حالا با چیزی توافق میکنن، حالا پول که نیست، حالا بالاخره هر چیزی توافق میکنن و اون کارو بعد واسه انسان ها انجام میدن. دارای اراده هستن، دارای شعور هستن و دارای تکلیف هستن. حتما در قیامت مثل ما انسان ها ازشون سوال جواب میشه، چون دارای اراده و شعور هستن و خوب و بد از همدیگه تشخیص میدن چه چیزی خوبه چه چیزی بده. خب عمرشون بسیار از ما انسان ها زیاده، بین 2000 سال 3000 سال تا 1500 سال عمری میکنن و عمرش خیلی زیادی دارن
و گفتم که قابل دیدن نیستن، ولی اگه بخوان خودشون نشون انسان‌ها بدن میتونن این کارو بکنن. به شکل حیوانات در میان، مثل گربه، مثل سگ سیاه، حتی به شکل انسان‌ها میتونن خودشون رو در بیارن، ولی بیشتر به شکل مار و سگ و گربه خودشون رو در میارن. جن‌هایی هستن که جن‌های بیابونن، بهشون میگن که یه سری جن‌ها هستن که بهشون میگن جن‌های بیابون، که تو کوهستان و بیابون ساکنن، که اکثرا اونا نگهبانان دفینه و گنج هستن و دارن به انسان‌ها خدمت میکنن، یعنی به اسارت در اومدن که از اون گنج و دفینه ها محافظت کنن. میشه اونا رو تسخیر کرد، به خدمت گرفت و به انسان‌ها خدمت کنن، چون درجهشون از انسان‌ها بسیار بسیار پایین‌تره، خیلی خیلی پایین‌تره، در فرکانس خیلی پایین هستن و در دنیای تاریکی دارن زندگی میکنن. حق اینو ندارن که وارد بعد زمین بشن و بعد انسان‌ها بشن، و اگه که انسان‌ها از اونها دعوت کنن یا ارزم به حضورشون از قبل باشن، که همون گفتم در زمان جنگی که بینشون افتاد یک سری ها گفتم قایم شدن، پنهان شدن و زاد و ولد کردن، زیاد شدن، یا از اون وقت هستن که ساکن زمینه، یا این که نه، خب انسان‌ها ازشون دعوت میکنن، با احضار زدن با خیلی از کاری میکنن که درگاهی باز و ورود پیدا میکنن و پاشون باز میشه به این دنیا، وگرنه بدون اجازه حق ورود به این دنیا رو ندارن و حق اینو ندارن که خودشون نشون انسان‌ها بدن. مگه شما یه جایی رو قدم وردارید، ارزم بزرگتون برید تو حریمشون و اونا یه زمانی بخوان شما رو بترسونن، کاری کنن، از اون محل شما ترک کنید یا متواری بشید، خودشون نشون انسان‌ها میدن، در کنار انسان‌ها هم زندگی میکنن. بعضیاشون انواع اقسام جن‌ها و جن‌ها هستن. ارزم با الان راجع به خادمین صحبت میکنیم که خادمین چیه و چه کارهایی انجام میدن. راجع به خادمین رحمانی دارای خب جنس بسیار لطیفی هستن. خادمین رحمانی دارای جنس بسیار لطیفی هستن. در حال حاضر علوم غریبه به دو دسته تقسیم شده: اساتید علوم غریبه جدید یا نوین و اساتید علوم غریبه سنتی و قدیم. ارزم حضورتون و با هم دیگه فرق دارن، یعنی نظراتشون نسبت به هم دیگه فرق دارن. اساتید علوم غریبه نوین و قدیم میگن اساتید علوم غریبه سنتی. یه اتفاق نظر بین اساتید علوم غریبه نوین و علوم غریبه سنتی هست و اساتید علوم غریبه نوین که جدید هست الان این روزی‌ها خب میگن قول معروف خادمین دارای انرژی و انرژیکی هستن، یعنی ماهیت انرژیکی دارن، انرژی هستن و داره جسم لطیفی هستن. ولی خب اساتید علوم غریبه سنتی قبول نمی‌کنن، میگن نه اینا انرژی نیستن و جزء انرژی نیستن، اینا یه جور موجودن، یعنی یه جور موجود میدونن که علاوه ذهنیتی ندارن، یعنی میگن هیچ فکری هیچ تصمیم خودشون ندارن و ارزم بزرگ یک گروه موجودی هستن که در بحث علوم غریبه به قول معروف اگه کاری باشه خدمتی باشه خدمتی میکنن، یعنی تفاوت نظر دقیقاً بین علوم غریبه نوین و علوم غریبه سنتی. ولی خب به این نتیجه رسیدن الان در مجموع با این جنبندی ها خب به این نتیجه بینابین رسیدن و آخرین جلسه‌ای که اساتید علوم غریبه سنتی و نوین با هم داشتن در مشهد تقریبا قبل از عید نوروز بود، ارزم به حضورتون اونجا به این نتیجه بینابین رسیدن، خیلی راجع بهش صحبت کردن و در آخر به قول اساتید علوم نوین برنده شدن و تونستن که نظر خودشون رو ثابت کنن. اونجا احضارات زده شد، خیلی قول معروف خیلی شلوغ پلوغ شد، ولی خب بالاخره تونستن که اینو قانع کنن به اساتید علوم سنتی که حق با ایناست و اونام قبول کردن. به این نتیجه بینابین رسیدن که نیمه هوشمندن، خب داره انرژی هست و انرژیکی هست، یعنی اساتید علوم غریبه نوین برنده شدن. به قول معروف سنتی قبول کردن که ماهیت انرژی داره، چون قبلیان خب قدیم نمیدونستن، ماهیتشون نمیدونستن، ارتباط نتونسته بودن بگیرن. هیچ موکلین نوری و خادمین نوری به هیچ عنوان رخ نشون نمیدن، به هیچ عنوان. حتی شما اگه چشم سومت هم فعال باشه، هفت پرده هم فعال باشه، به هیچ عنوان خادمین نوری نمیتونی ببینی، یعنی ملک و فرشته ها رو نمیتونی ببینی. ارزم بزرگ مگه دیگه چطور بشه خودشون بخوان رخ چیزی نشون بدن، چون اصلا از لحاظ هیبتی، از لحاظ جسم و فیزیکی، از لحاظ اون ماهیتی خیلی خیلی اصلا نمیشه، جور در نمیاد که بخواد ببینیش. علوم غریبه قدیم خادمین رو غیر هوشمند میدونستن و در علوم غریبه جدید موجودات نیمه هوشمند میدونستن، یعنی به این نتیجه رسیدن تو اون جلسه که موجودات به قول معروف یا خادمین نوری موجودات نیمه هوشمندن و در راستای مأموریتی که دارن فقط انجام وظیفه میکنن، در راستای مأموریتی که بهشون داده میشه فقط انجام وظیفه میکنن. سوال اینجا ایجاد میشه که خادمین از کجا میان، چرا نیمه هوشمندن، چطور با اون شخص یا اون ارزم عامل یا اون استاد عامل که را چله میشه یا به هر طریق بالاخره ارتباط برقرار میکنه، چطور میشه با اون اگه نیمه هوشمنده یا ارزم بزرگ چطور ارتباط برقرار میکنه، چطور اینا دو تا همدیگه رو پیدا میکنن؟ یه سوال اینه، از کجا میاد و چرا نیمه هوشمنده؟ جواب سوال اینه که خادمین حاصل ارتعاش فرکانسی ان
خادمین نوری حاصل ارتعاش فرکانسی هستند و این ارتعاش فرکانسی از کجا میاد؟ وقتی که یک استاد عامل، یک شخصی شروع به چله نشینی میکنه و گفتن ذکرهای خاص و وردهای خاص به صورت تعدادهای مشخص خاص و عرضم حضورتون انجام میده، در طول روز یک کار رو انجام میده، بر فرض یه ذکر یا یه ورد یا اذکاری رو میگه، یه تعدادی، حالا مثلا 100 تا 150 تا 10 تا 20 هر چی هست، به یه تعداد خاص یه ذکر خاصی رو داره میگه. خب یک موج، یک طول سال میزنه، اون استاد، اون عامل داره یه طول موج فرکانسی رو میفرسته، یه طول موج فرکانسی رو، یه سیگنال انرژی داره میفرسته در یه طول موج. بر فرض مثال همچین آیه، همچین ذکری به این تعداد مشخص هر روز داره به قول معروف میخونه و طول موج فرکانسی رو داره و طول موج فرکانسی داره و بعد از خوندن ذکر به صورت مکرر و مداوم در طول روز خب داره یک موج فرکانسی ارسالی میشه طرف عامل، اون استاد عامل که چله نشسته. چون این ذکرها و اذکار و وردها به تعداد خاص اون اسم و اون ورد مخصوص هست و تعداد ابجد اون اسم بیان میشه، ترکیب اونها یه ارتعاش فرکانسی رو میسازه و این ارتعاش فرکانسی به موجودات ماوری یا خادمین میرسه و مثل موج تلفن یا مثل موج ارزم حضورتون موبایل فقط طول موج به اون خادم میرسه. خادمین سوره و یا خادمین اسما و خادمین ارزم حضور آیات قرآن، ارزم هر کدوم از اونها گیرندن و هر کدوم از اونها یه عددی ابجدی رو دارن. بر فرض مثال هو ابجدش 11 گرفتی چی میگم، یا علی ابجدش 110. وقتی شما دارید ذکری رو که به نام خودشونه یا آیه‌ای که به نام خودشونه دارید یا سوره جن بر فرض مثال دارید میخونید واسه موکل احضار یا حضور خادم به قول معروف سوره جن، بر فرض وقتی تعداد به خصوص داریم میخونید، آیه هم داریم میخونید، دارید دعوتش میکنید، این فرکانس رو دارید میفرستید، طول موج دارید میفرستید، این گیرنده تلفن، این گیرنده موبایل، اون سیگنال رو دارید میفرستید، اون کدم دارید میفرستید، کد وقتی دارید میفرستید حروف ابجد نامش رو دارید میارید، چون به تعداد اون تعدادی که میخونید کدشه، اون کد به اون وصل میشه، به اون گیرنده خادم وصل میشه و تو هم داری دعوتش میکنی، هر روز داری این کارو مداوم انجام میدی و داری دعوتش میکنی، ازش میخوای که به قول معروف بشه خادم یا در اختیارش بگیری یا دعوتش داری میکنی، بالاخره این دعوت به نتیجه میرسه چون داری طول موج و کد دقیق داری میفرستی. اینه که میگن خیلی مهم، هم از مهمه اینم و هم تعداد ذکر باید درست بگی. عرضم به حضورتون مثلا هو عدد ابجدش 11، مثلا خب باید 11 تا بر فرض مثال میگم و 11 تا باید بگی. وقتی 11 رو میگی خود طول موج واسه خادم موکل هو داری میفرستی، یعنی چی میگم، واسه خادمش داری میفرستی و خادمش بالاخره طول موج رو میگیره، اون در گیرنده است دیگه، اون گیرنده است میگیره، اون کد گیرنده رو میگیره، نیمه هوشمنده و متوجه میشه که تو داره واسش به قول سیگنال میفرستی، فرکانس داری میفرستی، کد داری میفرستی، این کد میگیره به خودش، چون اون خادم داره یک کد مخصوصی هست به تعداد اون کد داره، اون استاد به قول معروف اون ذکرها رو میخونه، اون طول موج، طول فرکانس فقط به اون میرسه و میدونه که اون استاد عامل داره واسش به قول معروف دعوتنامه میده یا داره واسش ذکر میخونه، به قول معروف داره دعوتش میکنه به سمت خودش. اینه که وردهای مخصوص و تعداد ابجدهای اون اسم بیان میکنه، چون این اذکار و ذکرها و وردها به تعداد خاص اون اسمها هست و وردهای مخصوص است و تعداد ابجد اون اسم بیان میکند، ترکیب اونها یک ارتعاش فرکانسی میسازه. به این ارتعاش فرکانسی به اون موجود ماوراء اون خادم میرسد و مثل موج تلفن فقط طول موج، چون این اذکار و ذکرها و وردها به تعداد خاص اون اسم است و وردهای مخصوصه و تعداد ابجد اون اسم بیان میشه، ترکیب اینها یک ارتعاش فرکانسی میسازه و به ارتعاش موجود ماورایی خادم میرسه و مثل موج تلفنی فقط طول موج مال اون خادم نیمه هوشمند هست و حاضر میشه واسه فرد عامل شروع به خدمت کردن بکنه. موکل اینطور است که به وسیله تکرار و مکررات یک سوره به وسیله حروف ابجد به تعداد خاصی باعث میشه که عملیات اون سوره، حالا اون سوره بر فرض مثال یا هو یا سوره جن مثلا میگم، مثلا سوره جن داری اون خادمشو دعوت میکنی به تعداد خاص اون ابجد، وقتی که داری میخونی به وسیله این انجام میده، خب اون حاضر میشه و خدمت میکنه. خادم سوره جن رو در اختیار بگیری، وقتی عملیات اون سوره جن رو بگیری خادم سوره جن در اختیار میگیری و خادم به 3 دسته و 3 طبقه تقسیم میشه. دوستان خادمی به 3 طبقه 3 دسته تقسیم میشن، حالا واسهتون میگم چه طبقات نام میبرم، گوش کنید که خیلی مهمه. به 3 طبقه و 3 گروه تقسیم میشه. یک خادمینی که در بین انسان ها هستن به خادمین ماده، 2 خادمین خیال و فعال بهشون میگن 2 و 3 خادمین نوری هستن. حالا توضیح میدیم خادمین ماده و خادمین ارزم به حضورتون خیال و فعال و خادمین نوری چی ان و چرا اصلا تقسیم بندی شدن و 3 طبقه تقسیم شدن. خادمین نوری خب موکلین و خادمینی هستن که به نفع ما انسان ها هستن، یعنی به نفع ما انسان ها کار میکنن، واسه ما به هیچ عنوان ضرر نداره، تازه منفعت و فایده زیادی هم داره و همیشه نگهبان انسان ها بودن و همیشه از انسان ها حراست کردن و خدمت کردن به انسان ها.
یعنی وظیفه که بر گردنشون گذاشته، هیچ ارادی از خودشون ندارن و وظیفه‌شونه که انجام بدن. حالا راجع به خادمینی که به قول معروف در بین انسان‌ها هست، به خادمین ماده معروفن. ارزم به حضور خادمین ماده در بین ما انسان‌ها هستن، مثل خادمین امارالمکان که در خونه ما انسان‌ها دارن زندگی میکنن، کارشون هم مراقبت از حریم خونه ما انسان‌ها، حریم زندگی انسان‌هاست. یه زمان اگه طلسم جادوی سحری وارد خونه اون شخص میشه یا شخص چش زخم میخوره، موجود ماورایی میخواد وارد خونه اون شخص بشه، بر فرض آسیب به اون فرد بزنه، اون امارالمکان نمیذاره که این اتفاق بیفته و اون جن و اجنه رو بیرون میکنه. اگر زورش نرسه، تواناییش نداشته باشه، نتونه این کارو بکنه، بالاخره یه نشونه‌ای واسط میذاره، یه جور متوجهت میکنه، با سر صدا ایجاد کردن، با انداختن وسایل، با سوختن لامپ‌ها. این علائم کار امارالمکانه. اذیت آزارا شروع میشه که تو متوجه بشی خبرایی هست و اتفاقاتی دور و برت داره میفته و حتما باید برید پیشو بگیری. وقتی زورش نرسه اینطوریه. امارالمکان اولین خادم نوری و اولین خادمیه که به قول معروف به ما انسان‌ها خدمت میکنه و خادم امارالمکان خوب خیلی خوبه واسه ما انسان‌ها و همه خونه‌ها از غیر ممکن هر خونه‌ای نداشه، همه خونه‌ها وجود داره. اگه نباشه اون خونه میشه مسکن جن و اجنه شیاطین. این از این. دومی که ارزم به حضورتون، دومین خادمی که بهش میگن خیال و فعال، موجودات لطیفی هستن که وجود دارن که از مرز لطیف گذشتن و به مرحله تکمیل شدن، به مرز انرژی گذاشتن و شکل گرفتن و شبیه موجودات شدن، قابلیت موجود شدن دارن، به شکل توده، به شکل سایه، به شکل یه چیز سفید، به شکل بخار دیده میشن، میتونن شکل بگیرن، میتونن باز خودشون رو رها کنن. یعنی از اون مرحله گذشتن و تکمیل شدن و کامل شدن، دارن به شکل یک موجود هیبت میگیرن، شکل میگیرن، میتونن خودشون به انسان ها نشون بدن یواش یواش. اینو بهشون میگم خادمین خیال فعال. و سومی که طبقات به قول من خادمین نوری هست. در بحث خادمین نوری خب اصلا قضیه فرق میکنه، چون خیلی خیلی سخت و سنگینه. این اسامی به قول معروف بسیار بسیار مقدس و اسماء الهیه. بر فرض مثال اسامی اسم خداونده، مثلا میگم قهار، خب اسم سنگینی، مگه کسی میتونه این کارو بکنه اون به خدمت بگیره؟ یا ارزم به حضورتون رحمان یا رحیم، اینا همین خادمین دارن و هر کدوم از این خادمین اسما، چون اسامی اصلی خیلی خیلی سنگینی هستن، مثل حضورتون اسماء خداوند بزرگ این خادمینی دارن و اون فرد از این طریق میتونه اونجا به قول معروف اینو به خدمت بگیره و اون اسما و خادمین اون اسما رو به خدمت بگیره که روحانیتش با اون به قول معروف اون موجود لطیف و ارزم بزرگ خادم یکی بشه، یعنی روحانیتش بره بالا. حالا میگم چطور روحانیتش بره بالا که اون فرد میگن روحانیتش رفته بالا و خادمین و اسما رو گرفته، که خیلی سخته، تک و توک بتونن این کارو بکنن. الان بهتون میگم که اصلا شاخ در میارید جریان رو تعریف کنم واسهتون، کسی هم نمیدونه، اصلا نمیگم. در بحث طبقات نوری بس اینه که خب این اسامی خیلی سنگینه و فرق میکنه. به اینا خادم نمیگن، بلکه میگن روحانیت. یعنی به اینا دیگه نمیگن خادمین بر فرض اسما، بهشون میگن روحانیت. روحانیت یعنی چی؟ یعنی در بحث انرژی دارم میگم و در بحث فرکانس و ترکیب شدن انرژی به قول معروف خادمین با به قول معروف کالبد اون فرد انسانی، یعنی تبدیل شدن، یکی شدن، ترکیب و یکی شدن کالبد فرد و تبدیل به روحانیت میشه. انرژی و فرکانس اون خادم خب ترکیب میشه با کالبد فرد و تبدیل میشه به روحانیت. متوجه شدید؟ انرژی و فرکانس اون خادم ترکیب میشه و کالبد اون انسان میشه روحانیت. در اصلش میگن روحانیت، دیگه نمیگن به قول معروف خادم نوری. میگن شخص روحانیتش بالاست و ارتباط میتونه بگیره با هر کدوم از این خادمینی که بخواد، در لحظه که بخواد این اتفاق میفته و به قول معروف صداشو به ملکوت میبرن و در اجابت مثل اجابت دیگه، هر دعایی، هر نفرین، هر چیزی باشه، سریع اون خادمین اونو میبرن در ملکوت، اجازهشو میگیرن و میارن و اجابت میشه. اینجوری وقتی روحانیت بالا باشه خیلی سریع کار اتفاق میفته. یکی شدن انرژی روحانیت با کالبد فرد تبدیل، یکی شدن انرژی با کالبد فرد تبدیل به روحانیت میشه و زمانی که فرد صاحب روحانیت میشه یعنی صاحب خادم و روحانیت اون شده. وقتی که فرد انسانی تمام کالبدش با روحانیت موجود نوری ترکیب میشه، مثل اتوبان دو طرفه رفت و برگشت عمل میکنه، یعنی هر حاجت هر خواسته داشته باشه میتونه سریع ببره بالا، به ملکوت برسونه، سریع جوابش هم بیاره پایین. روحانیت یعنی اینکه ارتباط عوامل بالا و فرکانس اون ارتباط و اون ارتشات موجود نوری با حاله اون فرد انسانی به قول معروف با هم ترکیب میشه و اون شخص صاحب روحانیت میشه و همین که موکلان نوری همون موکلان نوری هستن. خادمین اسم فعال میشن و زمانی که خادمین اسم فعال میشن و خادمین آیات هم فعال میشن، در کنار اون شخص انسانی روی حالش نشستن و همیشه حضور دارن تا اینکه دستورات رو بگیرن. خادم روی حاله فرد میشینن، مثل حالا میگم در بحث رزق، اگه شخص بخواد راضی به رزق روزی باشه، سری ذکر یا رزاق رو میگه واسه کمک گرفتن به قول معروف رزق
و سریع خادم رزق حاضر میشه، فعال میشه و در کنار شخص رو حال شخص نشسته تا زمانی که این شخص رو به اون خواستش برسونه، به اون به قول معروف کاری که میخواد انجام بده، یا راجع به خودش یا راجع به دیگران به خواسته مالیش برسونه و بعد خادم یا رزاق سریع میاد فعال میشه، در کنار شما هست تا زمانی که اون شخص به رزق روزی برسه، به ثروت برسه، به مال برسه، به قول سطحی که میخواد برسه لازم مالی، بعد وارد مأموریتش تمام میشه و خب برمیگرده به جایگاه خودش. بس همیشه در کنار فرد هست واسه گرفتن دستور. خادم نوری اسامیشون با ایل یا ال ختم میشه. خادم نوری هستن زمان بحث فرکانس انرژی فعال میکنن، خادم فعال میشه و قابل دیدن نیستن. حتی چشم شما مگه فعال باشه، هفت فردش هم فعال شه، باز قابل دیدن نیستن. اینا یه خواهش ازم دارم، حتما اینا رو یادداشت کنید، نوت برداری کنید، 100% به درتون میخوره، چون یه سری اطلاعات جدید دارم در اختیارتون میذارم. حالا فعلا راجع به خادمین و موکلین و جن و اجنه و بعضی اجنه سفلی و بعد میخوام راجع به طلسمات صحبت کنم، راجع به طلسمات یهودی، طلسمات ارزم بزرگ کریمه، راجع به طلسمات زرتشتی کلا میخوایم ان شاءالله صحبت کنیم و کل این مجموعه رو واسهتون آموزش بدیم، بگیم چطوریه در راجع به خادمینش، موکلینش و چطور به قول من این ارتباط میگه، چطور میشه به اینا وصل شد، کلا توضیح بدیم. طلسمات رحمانی و دعای رحمانی صحبت میکنیم مفصل، راجع به موکلینش، خادمینش، اینا کلا صحبت میکنیم، اطلاعات مفیدی بهتون میدیم. چطوری جنگیری کنیم، نشانهای جن زدگی چیه، نشانهایی که شخص طلس شده، شخص تسخیر شده چه، اینا رو توضیح بدیم. چیکار کنیم که شخص به قول معروف اگه سحری داره، جادویی داره، چطور ابطالش کنیم. اینا کلا میخوام واسهتون به قول معروف پشت‌بند هم بگیم. ان شاءالله خداوند قسمت کنه عمری بهمون بده، حتما این کارو میکنیم واسهتون و کلا میخوام جریان رو واسهتون باز کنیم. خادمین اسما، برزن بود خادمین حروف و خادمین موکلین ایام، خادمین 12 بروز، کلا اینا رو میخوام واسهتون باز کنم و پشت‌بند هم ان شاءالله بگیم که دوستان بفهمن نحوه اعزار زدن و نحوه روحانیت رو برای بالا چیکار کنیم. خیلی اطلاعات مفید در اختیارتون ان شاءالله میخوایم بذاریم، حتما پیگیر باشید، واسه دیگران بفرستید، مخصوصا نوت برداری کنید که خیلی به کارتون میاد. همتون به خدای بزرگ منان میسپارم، ان شاءالله که موفق و مؤید و پیروز و سربلند باشید در پناه خداوند بزرگ و مهربان. یا علی مدد. خداوند نگهدار همتون باشه. دوستان حتما نوت برداری کنید، خیلی به کارتون فراموش نکنید. خداحافظ، خدا نگهدار همتون. یا علی.